بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید و خدا را سپاس گذارید اگر خاص او را پرستش می کنید. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. خداوند تنها بر شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه را در هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. چون کسی ناچار شد در صورتی که از حد نگذرد و تجاوز نکند، پس در خوردن آن گناهی به وی عاید نمی شود. همان خداوند آمرزگاری مهربان است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که آنچه را از کتاب خدا نازل گردیده می پوشانند و آن را به بهای ناچیز می فروشند، ایشان جز آتش چیزی دیگر در شکمهای خود نمی خورند. خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمی زند، ایشان را تسکین نمی کند و برایشان عذابی است دردناک.